مامان راست گفت. زندگی تا وقت خونه باباتی هستم، نه درگیر کرایه خونه ای، نه اینکه میوه از یه تایم بیشتر توی یخچال خراب بشه. نگران نیستی نهار چی بخورم، نگران نیستی قهوه خونه داره تموم میشه، نگران نیستی که لباسا رو باید یه جوری بشوری که موقعش بشه، خونت هم مرتب بشه، در کنارش هر شب مسواک بزنی، درستو بخونی، خونه رو جارو بکشی، کتاب بخونی، سطل آشغال خالی کنی. مامان همیشه راست میگه، زندگی یهو سخت میشه.